الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمة و ابیها و علی بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. فرارسیدن سال روز ازدواج امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، این روز متبرک را خدمت تمام رهروان و شفتگان و عاشقان این خاندان عصمت و طهارت از صمیم دل تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. امیدوار هستیم که خداوند متعال این زوج موفق و این زوج تاریخ ساز و این زوج دارای یک زندگی سرشار از معنویت، معرفت، آگاهی و دینداری را سرنوشت ما قرار دهد. چند نکته را راجع درباره ازدواج می‌خواهم خدمت شما بینندگان عزیز به عرض برسانم. آن چیزی که زندگی امیر بیان حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها به ما میرساند این است که سادگی و صدق و صفا، صداقت و راستی در امر ازدواج بسیار مهم است. هیچ وقت زرق و برق دنیا، طلا و جواهرات و لباسهای آنچنانی خوشبختی نمی آورد، بلکه آن چیزی که می تواند زندگی یک زوج را محور آرامش قرار بدهد اینه که چقدر صداقت، اعتماد، صفا و راستی در آن بوده باشد. وقتی جهزیه حضرت زهرا سلام الله علیها را می‌بینیم و در تاریخ مطالعه می‌کنیم، چند قلم بیش نیست، اشیاء بسیار ارزان قیمت. و اما وقتی زندگی پر از مهر و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر بیان علیه السلام را می‌بینیم، درسی است برای همه بشریت، درسی است برای جوانانی که دنبال یک ازدواج آرام، یک ازدواج موفق هستند. در روایات داریم که بهترین زن کسی هست که مهر او کم باشد. مهرهای گزاف، مهرهای بسیار سنگین، طلا و جواهرات، سکه های متعدد هیچ وقت آرامش نمی آورد، بلکه آن چیزی که آرامش می آورد این است که چقدر یک زن و مرد در بینشان صداقت و صفا بوده باشد، صمیمیت و دوستی بوده باشد، چقدر در بینشان اعتماد پایه داشته باشد و جایگاه داشته باشد. این ازدواج میتواند ثمره بسیار مفید مؤثر در جامعه داشته باشد، نه تنها در جامعه یک عصر و معاصر خودشان، بلکه یک قرن و قرنها را متغیر بسازد. چنانچه در زندگی امیر المؤمنین و حضرت زهرا داریم، این دو تا زوج با کمال سادگی و اما در اوج صدق و صفا و صمیمیت سر می‌بردند. ثمره این ازدواج فرزندان همچون امام حسن مجتبی، کریم اهل بیت، سید الشهدا، قهرمان کربلا شد که تاریخ را متغیر کرد. دختری همچون زینب مجلله شد که او پا به پای برادرش امام حسین علیه السلام رزمی جنگ مبارزه کرد و امروز کربلا را ما از آدرس زینب میشناسیم، عاشورا را ما از آدرس زینب میشناسیم. ما مبارزه با باطل را از طریق امام حسین و کاروان حسینی میشناسیم. اینها در دامن مادر همچون زهرای مرضیه سلام الله علیها و پدر امیر مؤمنان علیه السلام تربیت یافت و نقش آفرید و جامعه را متغیر کرد و تا امروز که امروز هست میلیون ها بلکه میلیارد انسان را اطرافش جمع کرده و برایشان مطلب دارد و برایشان سخن دارد و برایشان حرف دارد. اینها در دامن همچون زهرای مرضیه و امیر بیان تربیت یافت و در یک زندگی با کمال سادگی اما در اوج صدق و صفا و مهر و محبت بود. بیاییم ازدواجمان را
ازدواج مثمر با تربیت گرفتن و الگوگیری از ازدواج امیر بیان و حضرت زهرا بسازیم. ازدواجمان را با سادگی، با صدق، با صفا، با اعتماد و راستی و صداقت یک ازدواج مثمر بسازیم، نه با زرق و برق، نه با پول و دارایی، نه با ماشین. امروزه متاسفانه در کشورهای اسلامی ازدواج بیشتر ماحول مال و منال دنیا میچرخد. این بچه دارای اقامت یا دارای شناسنامه کدام کشور است، در کدام کشور پذیرش شده، آیا مثلا در اروپا، استرالیا، آمریکا و امثال هم قبول شده یا نه، از کجا آمده، چقدر دارایی داره، چقدر املاک داره، چی درجه از تحصیل داره. اینها یک جایگاهی را گرفته که امروز متاسفانه خیلی از ازدواج ها رو به ناموفقیت و به نابودی و به ناکامی کشانده است. دنبال شخصیت یک انسان، دنبال ارزش های اخلاقی و انسانی یک انسان که چقدر از ارزش های انسانی پاس می دارد و چقدر ارزش های اخلاقی را او دارد، باید اینها را محور قرار بدهیم. دینداری، تدین، صدق و صفا و صداقت یک انسان را محور قرار بدهیم. نه درجه تحصیل میتواند خوشبختی بیاورد و نه دارایی و نه املاک و نه شناسنامه ها و قبولی فلان کشور. امیدوار هستیم که در این روز مبارک ما الگویی بگیریم از زندگی پربار حضرت زهرا و امیر بیان علیهم السلام و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.